معمولا پرونده های جنایی وقتی که مختومه میشن داستان همونجا تموم میشه، ولی پرونده امروز کاملا برعکسه. دقیقاً از نقطه‌ای که پرونده بسته میشه اونجاست که داستان ما تازه شروع میشه. این داستان اندرو بگبیه، پرونده‌ای که بعدها الهام بخش ساخته یه مستند شد، یه مستند به اسم دیر زکاری، مستندی که فقط با یه سری فیلم‌های خونگی و به دست یکی از صمیمی‌ترین دوست‌های قربانی پرونده امروز ساخته شد. کیت و دیوید یه چند وقتی بود که با همدیگه آشنا شده بودن و خیلی همدیگه رو دوست داشتن. انقدر دوست داشتنشون زیاد بود که بعد از 5 ماه از دوستی بالاخره با همدیگه ازدواج میکنن. همون اوایل هم تصمیم داشتن که خیلی سریع بچه دار بشن، ولی هر چی تلاش میکردن این اتفاق نمیافتاد. به جایی میرسن که تصمیم میگیرن که برن و یه بچه رو به سرپرستی بگیرن. ولی به محض اینکه اصلا همین ایده به سرشون میرسه، یه چند وقت بعد کیت متوجه میشه که باردار شده. اون بچه 2 هفته دیرتر به دنیا میاد، ولی خب یه پسر بچه توپل مپل خیلی سالم و گوگولی مگولی بود که اسمشو میذارن اندرو. اندرو کودکی خیلی شادی داشت. به خاطر اینکه مادرش اهل بریتانیا بود، معمولا تابستونا کلا از آمریکا میرفتن اونجا، کلی با فامیلاش خوش میگذرون. بیشتر بچهای فامیل و بیشتر کازناش همه همسن و سالای خودش بودن و کلا دور و برش همیشه شلوغ بود. اندرو بچه خیلی سرحال و پر جنب و جوشی بود. عضو گروه پیشاهنگی مدرسه هم شده بود و در عرض 3 سال تونست یه مدرکی رو بگیره که اصطلاحاً بهش میگن مدرک عقاب پیشاهنگی. یعنی کسی که تمام دوره‌ها رو گذرونده، دوره‌های کمپ کردن و موندن توی طبیعت. و معمولاً این مدرک و بچه‌ها تا 17-18 سالگی هم نمیتونن بگیرن، ولی اندرو تونسته بود قبل از 15 سالگی مدرک رو بگیره. اندرو دوستای خیلی زیادی داشت. یکی از بهترین دوستاش کرت بود که از اینایی بود که عشق فیلم برداری بود. از همون سن کم یه دونه از این هندیکما داشت، با خودش همش این ور اون ور میبرد، مسخره بازی در میآوردن جلوی دوربین. نقش اصلی فیلماش هم همیشه اندرو بود. اندرو پسر خیلی مؤدب و خیلی با پرستیژی بود، ولی یه سری کارا رو جلوی خانواده‌اش انجام نمیداد. برای همینم این فیلم‌ها فرصت خیلی خوبی بود که بتونه خودشو تخلیه بکنه. هر شیطنتی که میخواد بکنه، میتونست حتی سیگار بکشه توی این ویدیوها، میتونست حتی فحشای خیلی زشت بده که تو حالت عادی جلوی خانواده‌اش این کارا رو نمیکرد. ولی جالبه که توی این فیلم‌های خونگی که کرت از اندرو گرفته، پدر مادر اندرو هم هستن. یه وقتایی یه نقش خیلی کوتاهی هم توی این فیلم‌ها بازی میکنن. دوست ندارم که وقت ویدیو رو خیلی بگیرم، هی بگم که آره اندرو خیلی بچه خوبی بود و اینا. واقعا چیزهایی که میدونستم فقط میتونه کمک بکنه بفهمید اندرو چه شخصیت خوبی داشته رو بهتون گفتم. چیزهای خیلی زیادتری هست. آدمی که سرش توی لاک خودشه و دوست داره بگرده و خوش بگذرونه و با دوستاش وقت بگذرونه و کاری هم به کار کسی نداره و آزاری قرار نیست به کسی برسونه. کیت مادر اندرو خودش ماما بود و از همون بچگی هم اندرو خیلی علاقه داشت به شغل مادرش. دوست داشت که خودش هم اگه بتونه یا پرستار بشه یا پزشک بشه. یواش یواش موقعی که به سن دبیرستان میرسه، توی دبیرستان با یه دختر خیلی خوشگل به اسم هدر آشنا میشه. بعد یه مدت هم که مدرسه‌شون تموم میشه با هم دیگه نامزد میکنن و داشتن برنامه‌های ازدواجشون رو میچیدن. از اون طرف هم از اونجایی که میگم دوست داشت پزشک بشه، به هر شکلی که بود میخواست که واسه دانشگاه‌های پزشکی درخواست بده تا بتونه بره و پزشکی بخونه. مامانش داشته توی صندوق پستی دنبال یه چیزی میگشته که اینجوری دست میکنه ته صندوق و یه نامه‌ای که معلوم بوده خیلی وقت اونجاست و در میاره. میبینه که نامه پذیرش دانشگاه نیوفاندلند کانادا که اندرو رو توی رشته پزشکی پذیرشش کرده بودن. اندرو خیلی خوشحال میشه و این مسئله رو با نامزدش در میون میذاره و دوتایی با هم دیگه راهی کانادا میشن. اتفاقا هدر هم یه دانشگاهی همون نزدیکا قبول شده بوده، خیلی مسیرشون نزدیک بوده. مرتب با هم بودن و داشتن جفتشون پزشکی میخوندن، ولی یه سال که میگذره ما نمیدونیم دقیقاً چرا هیچ جا هم گفته نشده. هدر نامزدیشو با اندرو تموم میکنه. متاسفانه این قضیه هم باعث میشه که اندرو اعتماد به نفسش خیلی بیاد پایین و حالش خیلی بد بشه. سعی میکرد که هر جوری که از سرشو با درس گرم بکنه، ولی هر جا میشست به دوستاش میگفت که من اصلا خوب نیستم، من یه آدم قد کوتاه توپلم. یه چند سالی گذشت و اندرو از هدر دیگه کلا فکر هدر اومده بود بیرون تا اینکه با یه خانومی آشنا میشه، یه خانومی به اسم شرلی. این اولین رابطه‌ای بود که اندرو داشت بعد هدر تجربه میکرد و سر همینم با اون خانم خیلی زود صمیمی شد و رابطه‌شون از اون رابطه‌هایی شد که دیگه همه جا با هم بودن و همه همین دوتا رو کنار هم دیگه میدیدن. ولی یه سری
چیزای این وسط بود. شرلی قبلا 2 دفعه ازدواج کرده بود، 3 تا بچه داشت، بچه‌هاش هم همه بزرگ بودن و یه چیز دیگه این که 12 سال از اندرو بزرگتر بود. با وجود همه اینا ولی ظاهرا اندرو خوشحال بود. دوستاش وقتی میدیدن کنار شرلی میگه و میخنده واقعا براش خوشحال بودن، با اینکه خب خیلی این دوتا به هم نمی اومدن هر جور بخوای حساب کنی، ولی همه خوشحال بودن از اینکه اندرو بالاخره دوباره اعتماد به نفسش رو داره پیدا میکنه. شرلی خودش متولد کانادا بود ولی از سن خیلی کم با خانواده‌اش مهاجرت کرده بود به ویچیتای کانزاس. اونجا بزرگ شده بود ولی به سن مدرسه و دانشگاه که رسیده بود با مامانش دوباره برمیگرده کانادا. توی کانادا توی رشته دبیری فارغ التحصیل میشه. یه مدت هم تا سال 1980 معلم علوم بوده. ولی یهو تصمیم میگیره که دکتر بشه. میره پزشکی میخونه و تو سال 1998 هم مدرک پزشکیشو میگیره. تا اینجای قضیه همه چیز در ظاهر عادیه و ما رد فلگ خیلی عمیقی نمیبینیم. ولی بعضی از همکارهای قدیمی شرلی یه چیزایی رو دربارش میگن که خب بعد از اینکه شرلی مدرک پزشکیشو میگیره دوران رزیدنتیشو توی چند تا بیمارستان گذرونده بوده و اونجا داشته کار میکرده. میگن که رفتار شرلی رفتار خیلی بدی بوده، یعنی بعضی وقتا با مریضا خیلی بد رفتار میکرده، اصلا حوصله نداشته. ولی از اینایی بوده که هر کسی میومده اونجا ویزیت میشده پیشش یه بار میومده و دیگه میرفته پشت سرش هم نگاه نمیکرده. ولی این روایت دوستا و همکارا هی تاریک و تاریک تر میشه، به خاطر اینکه مشخص میشه که شرلی یه وقتایی یه سری گزارش‌های پزشکی رو جعل میکرده یا یه وقتایی توی تشخیص بیماری‌ها اشتباه میکرده. هر موقع هم بهش تذکر میدادن یا ازش انتقاد میکردن خیلی سریع و خیلی وحشتناک جوش می آورده، داد و فریاد راه مینداخته، کلاً خیلی بد اخلاق و عصبی بوده و اصلا نمیشده باهاش حرف زد. و همه درباره شرلی میگن که به شدت آدمی بوده که دستکاری ذهنی انجام میداده روی اطرافیانش. مثلا اگر تو با توپ پر میرفتی پیشش میخواستی ازش انتقاد کنی یا بهش بگی، مثلا منظور همکارهای بیمارستان، بهش بگی که چرا اینجوری رفتار میکنی، چرا فلان بیماری رو اشتباه تشخیص دادی، قبل از اینکه تو بخوای اعتراضات رو بگی یهو بحث رو میبره یه جایی، یه لبخندی میزنه، بحث رو احساسی میکنه، مثلا راستی از بچت چه خبر و فلان و اینا. خیلی راحت با دستکاری ذهنی بحث رو اینجوری میپیچونه و کلاً باعث میشه که هیچ وقت نتونه بهش اعتراضی بکنه. رفته رفته بعد از اینکه اندرو و شرلی بیشتر به هم نزدیک میشن، دور و بریای اندرو متوجه این رفتارهای غیرعادی شرلی و این تندخوییاش میشن. چند بارم به اندرو میگن ولی اندرو انگار بنا به دلایلی که دوستاش نمیفهمیدن نمیخواسته که رابطه‌شو با شرلی تموم بکنه. جدا از اینکه این زن خیلی ازش بزرگتر بود و 3 تا بچه بزرگ داشت خودش و رفتارش هم خوب نبود، اینقدر رفتارهای عجیب تری داشت. مثلا وقتی که کنار هم بودن به طرز خیلی عجیبی این سیریش میچسبید به اندرو اگه میخواست با یکی از دخترهای جمع صحبت بکنه شرلی جوش میآورد، اعصابش خورد میشد. یه رفتار خیلی کنترلگر خیلی عجیب غریب نسبت به رابطه‌اش با اندرو داشت. این زوجای حال به همزن رو دیدید توی جمع یه سره دارن چلپ هم دیگه رو بوس میکنن یا حرفای عاشقونه میزنن. حالا اندرو اینجوری نبود ولی شرلی اینجوری بود دقیقاً. همش اندرو رو بغل میکرد، بوسش میکرد، یه وقتایی داشت باش حرف میزد با 38 سال سن صداشو مثلا بچگونه میکرد، جوری که واقعاً اندرو خجالت زده میشد ولی خب هیچی بهش نمیگفت. و دوستای اندرو یواش یواش از شرلی متنفر شدن، به خاطر اینکه توی جمعایی که مینشست پیش دوستای اندرو یهو شروع میکرد حرفای خیلی بد زدن، از روابط خیلی خیلی خصوصی خودش با اندرو صحبت میکرد. مثلا با خنده میگفت که آره مثلا ما دیشب تا صبح رابطه جنسی داشتیم با هم، اینجوری رابطه داشتیم، اونجوری رابطه داشتیم. اندرو آب میشد از خجالت ولی نمیدونست بعد چی بگه. یه بار اندرو و شرلی میرن توی جمعی، بعد اونجا یکی از دوستای خیلی قدیمی اندرو رو میبینن که دوستش بهش میگه که راستی از هدر چه خبر. همون موقع اسم هدر که به گوش شرلی میرسه شرلی کارت میزدی خونش در نمیومده، ازش میپرسه که هدر کیه؟ اندرو هم میگه آره قدیم مثلا ما نامزد بودیم و نامزدیمون هم تموم شده و اینا. از اون موقع به بعد شرلی دیگه ول نمیکنه، میره میگرده از توی دفتر تلفن شماره هدر رو در میاره و شروع میکنه بهش زنگ زدن و آزار و اذیت کردن. بهش میگفته که آره مطمئن باش که دیگه اندرو تو رو نمیخواد، اندرو عاشق منه. بعد درباره روابط جنسیشون با هدر صحبت میکرده. همه به اندرو میگفتن باور کن تو میتونی با یه دختر همسن و سال خودت و حتی اگه میخوای با یه زنی که از خود بزرگتره باشی با یه آدمی باشی هم سطح و هم لول خودت، ولی
اندرو هیچی نمیگفت و دوستاش یه چیزی رو میدونستن، اینکه حقیقتا اندرو از بعد اینکه هدر ولش کرده بود اعتماد به نفسش انقدر اومده بود پایین که خودش رو الان انقدر ناکافی میدید که به رابطه با شرلی راضی شده بود و احساس میکرد که حد و اندازش در حد شرلیه. اندرو تو سال 2000 فارغ التحصیل میشه و میره نیویورک تا اونجا دوره تخصصش رو بگذرونه. شرلی هم مهاجرت میکنه، از کانادا میره آمریکا، ولی توی یه ایالت جداگونه. شرلی میره به آیووا. هر دوشون توی اون ایالتایی که بودن درس میخوندن، کار میکردن. رابطهشون ولی دیگه میشه یه رابطه دورادوری، رابطه لانگ دیستنس و ارتباطشون هی کمتر و کمتر میشه. اما از طرف شرلی نه ها، یعنی شرلی کیفیت رابطه رو مثل روز اول میخواسته نگه داره، با زنگ زدن و با پیگیری. توی این تایمی که اینا از هم جدا بودن، اندرو حتی یه بارم نمیره آیووا. شرلی همیشه رانندگی میکرد، میرفت تا نیویورک تا اندرو رو ببینه. وقتایی هم که پیش هم نبودن مدام شروع میکرد به تلفنش زنگ زدن. یعنی اگه موبایلش رو جواب نمیداد زنگ میزد تلفن خونه، اگه تلفن خونه رو جواب نمیداد زنگ میزد محل کارش. دیوونش میکرد. این زنگا انقدر ادامه پیدا میکرد تا اندرو بالاخره جواب بده. یه بار که شرلی مثل همیشه سرزده بدون دعوت رفته بوده پیش اندرو، یه چند روز بعد تصمیم میگیره که برگرده شهر خودش. وسطای راه زنگ میزنه به اندرو، میگه که من یه سری وسیله‌ام جا مونده، میخوام برگردم ورشون دارم. اندرو هم میگه که خب باشه بیا. برمیگرده که وسیله‌هاشو برداره. بعد اندرو دیگه خونه نبوده. بعد شرلی هم خودش کلید داشته. برمیگرده وسیله‌هاشو برمیداره و میره. اندرو که شب برمیگرده خونه میبینه که یه سری وسایلش نیست. وسایلی مثل لپتاپش، کلکسیون فیلماش، کلکسیون عکساش. یعنی نیومده بوده چیزی رو به قصد دزدی که مثلا بره بفروشه برداره. اومده بوده چیزایی رو برداشته بوده که اندرو ازشون خاطره داشته. و قطع به یقین چون توی تمام این سه تا آیتمی که برداشته بوده عکس و فیلمایی هم از هدر موجود بوده، برای همین هم قطعا این کار رو کرده. اندرو هیچ وقت دزدی رو گزارش نمیده، هیچ وقت هم به روی شرلی نمیاره، ولی 100% مطمئن بود که کار خود شرلیه. اندرو توی سیراکیوز نیویورک داشت دورش رو میگذرون، ولی اصلا از اونجا خوشش نمیومد و بعد از چند وقت تصمیم میگیره که از اونجا بره به پنسیلوانیا. میره اونجا و توی یه بیمارستان محلی کارشو شروع میکنه. همه اون چیزایی که درباره رفتار شرلی تو محل کارش بهتون گفتم و برعکس کنید، میشه رفتار اندرو. یه آدمی که خیلی خوش اخلاق بوده، از اونایی که بچه‌ها وقتی میومدن توی اون بیمارستان سریع میگفتن ما باید بریم پیش دکتر بگبی. حتی مامانا خودشون میرفتن بچه‌هاشون رو میسپردن بهش. خلاصه خیلی توی محیط کار اندرو محبوب شده بود و همه ازش خیلی راضی بودن. همینا باعث شد که اندرو اعتماد به نفسش رو دوباره پیدا بکنه وقتی میدید چقدر همه دوستش دارن. یعنی اون آدم توپل قد کوتاهی که خودش از خودش ساخته بود توی ذهنش که من به درد نخورم، من زشتم، من چاقم، الان میدید که نه، چقدر همه منو دوست دارن، چقدر همه با من خوبم. شرلی هم از موقعی که اندرو رفته بود مهاجرت کرده بود یه جای دیگه، اونم رفته بود به کانسل بلافز توی آیووا و داشت توی یه شرکت درمانی جدید کار میکرد. توی همون تایمی هم که اندرو حالش خیلی بهتر شده بود، یواش یواش ارتباطشو با شرلی کم کرد و تقریبا میشه گفت داشت خودشو واسه تموم کردن رابطه آماده میکرد. در صورتی که از اون طرف توی ذهن شرلی منتظر بود که خیلی زود اندرو ازش بخواد که بیاد پیشش پنسیلوانیا با هم زندگی کنن و یه مدت بعدم بهش پیشنهاد ازدواج بده. ولی برعکس تصورات شرلی، اندرو بهش میگه که این رابطه دیگه آینده‌ای نداره و ما باید با هم تموم کنیم و رابطه رو تموم میکنه. ولی ما میدونیم که شرلی بیخیال نمیشه. زنگ پشت زنگ میرفت در خونه، التماس میکرد، گریه میکرد، هر کاری که فکرشو بکنید که گفتن نداره انجام میداد تا بالاخره بتونه اندرو رو برگردونه توی رابطه. یه بار توی یه 24 ساعت شرلی روی پیغامگیر تلفن اندرو بیشتر از 30 تا پیغام صوتی میذاره، تا اینکه توی سپتامبر 2001 اتفاقی میفته. از گوشه کناره ها و آشناها به گوش اندی میرسه که شرلی بارداره، از اندرو هم بارداره. قبل از اینکه بخوام ادامه داستانو بگم اینو بگم که اگر شرلی باردار باشه اینطور نیست که مثلا خندمون بگیره بگیم خب اینا که رابطه‌ای با هم نداشتن. نه، خیلی وقت نبود که از تموم کردنشون میگذشت. یعنی اگر باردار بود ممکن بود که حالا 2 ماه 3 ماهش باشه. ولی جالبی قضیه این بود که شرلی به خود اندرو نرفت بگه من باردارم، میرفته به تمام زنا و دخترهایی که اندرو رو میشناختن اینو میگفته، انگاری که میخواسته رقیبهای ذهنی و دشمنهای فرضی رو از خودش دور کنه، بهشون بگه که من الان
بابای بچه‌م اندروه، پس از اندرو باید دوری کنید. حتی میره به هدر هم زنگ میزنه و بهش میگه که من از اندرو باردارم، از مرد من دوری کن. یا همکارهای زن اندرو میرفته شماره‌شون رو پیدا میکرده، به همه اینا رو میگفته. این وسط اندرو خب دیت میرفته، یه وقتایی با یه دخترهایی میخواسته آشنا بشه، وارد رابطه بشه، داشته شروع میکرده دوباره زندگیشو مثل قبل بکنه. بعد شرلی نمیدونم چه جوری میرفته اون دخترها رو پیدا میکرده، بهشون میگفته که اگه میخواید با این آدم باشید فقط باید یه چیزی رو بدونید، اونم اینه که اون بابای بچه‌ایه که توی شکم منه. در نتیجه همه دخترها رو فراری میداد. تا بالاخره یه روز اندرو بهش زنگ میزنه و میگه که این کارا چیه داری میکنی، چرا آبروی منو داری همه جا میبری. که شرلی بهش میگه که من دروغی نگفتم، من واقعا باردارم. اندرو هم اصلا از اون آدمهای بی معرفتی نبوده که بیاد بهش بگه دروغ میگی یا من از کجا بدونم این بچه مال منه. یه مدت که میگذره نرم میشه حقیقتا و بهش میگه که خب باشه، و واقعا توی ذهنش فقط به این فکر میکرده که چون بارداره باهاش میمونم تا زمانی که خب بچه به دنیا بیاد و یه فکری بکنیم. اما اصلا اینجوری نبود که خیلی دور و برش باشه، فقط دیگه مثل قبلا به اون شدت ازش دوری نمیکرد. ولی شرلی یه روز میمد میگفتش که من دیگه خسته شدم، من این بچه رو میخوام بندازم. بعد اندرو میگفتش که خب باشه، میخواد با هم بریم یه جایی و اینا. بعد فردا زنگ زد میگفت پشیمون شدم، میخوام این بچه رو نگه دارم. باز دوباره میگفت میخوام بندازم، باز میگفت میخوام نگه دارم. ولی تمام اینا معلوم بود که یه نقشه است. شرلی بچه رو بهونه کرده بود که اندرو رو توی رابطه نگه داره. یواش یواش اندرو نرمتر شده بود دیگه، الان میدونست خب بچه داره بزرگ میشه و خب دلش واسه شرلی میسوخت، میگفت گناه داره توی این شرایط تنهاش نذارم. نمیگم مثل قبل میشن، ولی خب یکم باهاش ارتباطش بهتر میشه تا تو اواخر همون سال 2001 یه عروسی دعوت میشن. یه فیلمی از این عروسی هست که من براتون میذارم. اون کسی که توی فیلم دارید میبینید یه دختر 12-13 ساله نیست، شرلی 38-40 ساله خودمونه که داره این ادا اطفالا رو در میاره. دوستای اندرو که توی اون عروسی بودن میگن که به زننده ترین شکل ممکن داشت کنار اندرو ادا اطفال در می آورد. خلاصه توی عروسی خیلی بهشون خوش میگذره و انقدر که مثلا با هم میگن و میخندن، یه جورایی تقریبا رابطه مثل قبل میشه و خب اون شب دوباره با هم رابطه جنسی دارن و فردا شرلی بند و بساطش رو جمع میکنه که برگرده شهرش. اندرو باش میره فرودگاه. توی فرودگاه نشسته بودن، منتظر بودن که پرواز رو اعلام بکنه که شرلی به اندرو واقعیت رو میگه که حقیقتا من اصلا باردار نیستم. اندرو بعد از شنیدن این دروغ به این گندگی خیلی اعصابش خورد میشه. به شرلی میگه که ببین من دیگه هیچ کاری با تو ندارم، تو دیوونه‌ای، دست از سر من بردار، دیگه نمیخوام ببینمت. فکرشو بکنید شرلی سوار هواپیما میشه، میره به شهر خودش که یه ایالت دیگه هم بوده. اندرو برمیگرده خونه، یه نفس راحت میکشه، خوشحال از اینکه خب بچه‌ای در کار نبوده، پس من قرار نیست بنده این زن بشم و عذاب وجدانی هم قرار نیست بگیرم. خدا رو شکر شرش از زندگیم کندم. ولی 2 روز بعد ساعت 7 صبح یه نفر شروع میکنه با مشت درو کوبیدن، جوری که اندرو از خواب میپره. میره درو باز میکنه و میبینه که شرلی پشت دره. شرلی همینجور دم در وایساده بود. ساعت 7 صبح داشت همینطوری جیغ جیغ میکرد، داشت اعصاب اندرو رو به هم میریخت. اندرو بهش میگه برو. شرلی میگه که من نمیرم. دستش هم از رو زنگ بر نمیداشت، یعنی با اینکه اندرو درو وا کرده بود همینجور داشت زنگ میزد که صدا بپیچه، همسایه ها رو مثلا اذیت بکنه. تا بالاخره اندرو تسلیم میشه و بهش میگه که خب باشه، سر صدا نکن، بیا داخل ببینم چی میگی. اندرو همون موقع داشت آماده میشد که بره سر کار، از طرفی هم اصلا مغزش نمیکشید که بخواد با این زن دیوونه بحث بکنه. بهش میگه که شرلی اینجا رو خونه خودت بدون، از خودت پذیرایی کن، من میرم سر کار. بعد از اونجایی هم که نمیخواسته یه گفتگوی چرت و پرت دیگه با این زن داشته باشه، ولی مجبور بوده به خاطر اینکه این سلیته بازی در نیاره باهاش حرف بزنه، بهش میگه که عصری ساعت 6 بیا کیستون پارک، یه پارکی بوده همون نزدیکا، اونجا با هم دیگه صحبت میکنیم. اندرو قصدش این بوده که الان بره سر کار، بعد از اونم با یکی از همکاراش که دوست صمیمیش هم بوده بره توی پارک که شرلی حداقل به خاطر حضور دوست اندرو یکم حالا دهنشو ببنده و خیلی روی مخش نره، سریع مثلا حرفشو خلاصه کنه و بگه و بره. وقتی اندرو میرسه سر کار انقدر قیافش تابلو بوده که اعصابش خورده که همون دوستش که گفتم کلارک تا میبینتش بهش میگه که چرا اول صبحی اینجوری، و اندرو واسش تعریف میکنه که شرلی پا شده بود اومده و اعصابش اینجوری ریخته به هم. کلارک بهش میگه که ببین به نظر من این زن خطرناکیه. اولا که اصلا صلاح نیست بعد از ظهر تنهایی پاشی بریم اون پارک. دوما که به نظر من بهتره که با پلیس تماس بگیری. اندرو اولش میخواسته کلارک هم ساعت 6 با خودش ببره، ولی بعد یه لحظه پشیمون میشه و با خودش میگه که
ولش کن بذار برم، وقتی که خودم تنها باشم اتفاقا بهتر میتونم مدیریت کنم. سری حرفشو بزنه و میپیچونمش. بعدم به کلارک میگه که من بعد اینکه حرفم با شرلی تموم شد از اون طرف میام خونت، یه سری بهت میزنم. خلاصه ساعت 6 بعد از ظهر اندرو از کلارک خدافظی میکنه و آماده میشه که بره سر قرار با شرلی. همونطوری که خودش به کلارک گفته بود، بعد از اینکه حرفش با شرلی تموم میشه نهایتا تا 7 شب 8 شب بیشتر خب اینا حرفی برای گفتن ندارن دیگه. میبایست بعدش میرفته در خونه کلارک، ولی ساعت 9 شب میشه و هیچ خبری از اندرو نمیشه. کلارک با اندرو تماس میگیره ولی خب اندرو تلفنشو جواب نمیده. از یه طرف هم نگرانش میشه، از یه طرف دیگه با خودش میگه که شاید این زن باز دوباره رفته رو مخش. بعدم رفته، الان اندرو رفته خونه دیگه، خسته شده بوده، مغزش خسته شده و الان گرفته خوابیده. ولی فرداش که میشده 6 نوامبر، کلارک میره بیمارستان به امید اینکه اندرو رو ببینه، ازش بپرسه خب چی شد، دیروز چی گفتید و اینا، ولی میبینه که اندرو سر کار نیومده. به جز کلارک، ما بقیه همکارا و دوستای اندرو شروع میکنن زنگ زدن بهش که ببینن چرا نیومده، چون اصلا این رفتار از اندرو بعید بود. ولی هر چی زنگ میزنن اندرو تلفنشو جواب نمیده. تا ساعت 9 صبح همکاراش همینطوری تلفنشو میگرفتن، بعد میرن که توی اتاقی که میرفتن اونجا پرستارا و پزشکا استراحت کنن، میرن اونجا که بشینن با هم حرف بزنن ببینن چیکار کنن. میخواستن مثلا هماهنگ بکنن که یه تایمی که دیگه مثلا شیفتشون تموم شد پاشن اصلا برن در خونه اندرو ببینن چه خبره. همه توی اتاق جمع شده بودن و داشتن درباره اندرو و وضعیتش صحبت میکردن. یه تلویزیون بزرگ هم توی اتاق استراحت بوده که روشن بوده و اتفاقا روی شبکه خبری هم بوده. همینطوری که اینا داشتن صحبت میکردن یکی از همکارا میگه که هیس گوش بدید چی داره میگه. اخبار داشت میگفتش که توی کیستون پارک یه نفر به قتل رسیده. دقیقاً همون جایی که کلارک میدونست اندرو شب قبل با شرلی اونجا قرار داشته. چند ساعتی نمیگذره که چند تا افسر پلیس میان توی بیمارستان و با همکارای اندرو شروع میکنن به صحبت کردن. بهشون میگن که اون جسدی که ما پیدا کردیم هویتش تشخیص داده شده و متعلق به اندرو بگبیه. متاسفانه جسد اندرو رو توی پارکینگ کیستون پارک کنار ماشینش که یه تویوتا کورولا بوده پیدا کردن که 5 دفعه بهش شلیک شده بوده. یه بار به صورتش شلیک شده بوده، یه بار به قفسه سینه‌اش، 2 دفعه هم به پشتش شلیک کرده بودن از پایین که تقریباً به قسمت باسنش برخورد کرده بوده و یه دونه هم به پشت سرش. جسدش هم یه مرد بی خانمان که داشته از اونجا رد می شده و ضایعات جمع می کرده پیدا کرده بوده. ماه نوامبر بوده و هوا خیلی اونجا سرد بوده، برای همین هم وقتی که اون زباله گرد ساعت 6 صبح جسد اندرو رو پیدا میکنه، جسدش تقریباً یخ زده بوده. کنار جسد اندرو 7 تا پوکه پیدا میکنن. یه دونه پوکه سالم بوده، 6 تای دیگه ولی پوکه‌های خالی بودن که استفاده شده بودن. پلیس لازم نبود که خیلی تحقیق بکنه تا ببینه داستان چیه و کی به اندرو شلیک کرده، به خاطر اینکه وقتی که داشتن توی بیمارستان با همکارای اندرو صحبت میکردن همون موقع کلارک سری میپره جلو و بهشون میگه که من میدونم کار کیه و براشون تعریف میکنه که اندرو شب قبل قرار داشته با شرلی. یه افسر پلیس به شرلی زنگ میزنه و بهش میگه که دیروز کجا بودی؟ شرلی صداش خیلی گرفته بوده، میگه که من کل دیروز خواب بودم، من آیووا زندگی میکنم، خواب بودم، توی تختم بودم و حالم هم اصلا خوب نبوده، اصلا از جام تکون نخوردم. تمام همکارا و دوست آشناهای اندرو به پلیس هم میگن که این دوتا چه رابطه عجیب غریبی با هم دیگه داشتن. بعد وقتی که پلیس داشته مثلا بلند به همکارش میگفته که آره صداش گرفته بود و فلان و اینا، دوستای اندرو بهش میگن که این زن انقدر فیلمه که شک نکنید پشت تلفن داشته ادای سرما خورده بودن و در می آورده. توی اخبار و توی یه سری بیانیه و توی یه سری پوستر از مردم خواسته بودن که اگر توی تاریخ 5 نوامبر ساعت 6 بعد از ظهر اطراف کیستون پارک بودن، هر چیز عجیبی که دیدن لطفاً بیان و اطلاع بدن. که یه شاهد میاد و میگه که من توی اون ساعت دیدم که 2 تا ماشین کنار هم دیگه پارک بودن اونجا، یعنی مثل که ماشین دیگه اونجا پارک نبوده. گفتش که 2 تا تویوتا اونجا بوده، یه دونه تویوتا SUV بوده و یه دونه تویوتا کورولا. ماشین اندرو تویوتا کورولا بوده و ماشین شرلی هم یه دونه تویوتا SUV بوده. توی تاریخی که شرلی ادعا کرده بوده خونه بوده، حالش بد بوده و کل روز از تختش نیامده بیرون، پلیس بعد از تحقیق و بررسی متوجه شد که شرلی توی اون تاریخ وارد حساب کاربری هاتمیل و ایمیل اندرو شده بوده. یعنی هر چیزی که اون زمان توی سال 2001 شبکه اجتماعی یا یه چیزی که به عنوان تحت عنوان ایمیل جیمیل اندرو داشته،
شرلی رفته بوده چکش کرده بوده، حتی حساب ایبیش رو رفته بوده چک کرده بوده. همون روزم از تلفن ثابت خونه اندرو زنگ زده بوده محل کارش و درخواست مرخصی کرده بوده، گفته حالم خوب نیست و فعلا نمیتونم بیام سر کار. و خب آی پی هم که شرلی اومده بوده این حسابهای اندرو رو باش چک کرده بوده خونه اندرو رو نشون میداده. پس ادعای شرلی مبنی بر این که من توی خونم توی آیووا بودم 100% دروغی بیش نبود و پلیس هم خیلی زود اینو متوجه شدن. پلیس هم میرن به آپارتمان شرلی توی آیووا، اونجا رو میگردن و یه جعبه کاندوم پیدا میکنن. این جعبه کاندوم مشخص بود که از لتروب پنسیلوانیا خریداری شده، یعنی جایی که اندرو داشته توش زندگی میکرده و اینکه شرلی اینو برداشته با خودش آورده مشخص هم نیست به چه دلیل. این موضوع خیلی مهمی نبود. موضوع مهم این بود که پلیس متوجه شد که به تازگی شرلی یه دونه اسلحه کالیبر 22 خریده بوده و به جز اون رفته بوده یه دونه مربی خصوصی هم گرفته بوده و داشته تمرین تیراندازی میکرده. میرن با مربیش صحبت میکنن و مربیش میگه که آره یه مدتی هست که من مثلا داشتم به این خانوم تیراندازی یاد میدادم. بعد درباره اسلحه شرلی یه موضوعی رو به پلیسا میگه که اسلحه‌اش گیر داشت، یعنی خود اسلحه مشکل داشت. اینجوری بود که مثلا چند تا تیر که باهاش میزدی به هدفت، بعد مثلا این وسط یه دونه تیر سالم رو پرت میکرد بیرون. و اگه یادتون باشه گفتم که توی صحنه جرم 6 تا پوکه خالی استفاده شده پیدا کردن و یه دونه پوکه دست نخورده. تمام گلوله هایی که به بدن اندرو اصابت کرده بودن از اسلحه‌ای که کالیبر 22 بوده شلیک شده بودن. یه مکالمه‌ای هست که پلیس با شرلی داشته، بهش زنگ میزنن. حالا من چون که بعضیاتون میدونم مثلا تو ماشین دارید ویدیو رو گوش میدید یا مثلا به صورت پادکست چیزی تو گوشتونه و اینا، برای همین به نظرم گذاشتنش بیفایده است. این که من ویدیوها رو بذارم بعد زیرنویس بکنم بیفایده است. خودم بهتون میگم که چی بوده محتوای اون مکالمه. یه افسر پلیس زنگ زده به شرلی و بهش گفتن که آره ما متوجه شدیم که یه اسلحه به اسم تو ثبت شده. شرلی واقعا خونسرده توی مکالمه، یعنی اصلا خودش رو نمیبازه. میگه که آره من اسلحه خریدم. بهش میگن که واسه چی؟ میگه که به خاطر حفاظت از خودم، به هر حال من تنها زندگی میکنم، یه زن تنها، واسه مراقبت از خودم گرفتمش. قرار بر این میشه که اون اسلحه رو برن از شرلی بگیرن که بفرستنش آزمایشگاه. شرلی هم قبول میکنه. اما اون روزی که قرار بوده شرلی این اسلحه رو تحویل بده، یه افسر پلیس میره در خونش و شرلی بهش میگه که ببخشید شرمنده، من هرچی گشتم نتونستم پیداش کنم، فکر کنم گمش کردم. تماسایی که کلا شرلی توی این مدت بین 4 تا 5 نوامبر گرفته بوده، یعنی از روز قبل تا روزی که اندرو به قتل میرسه، همه از تلفن‌های عمومی بین راهی بودن که توی مسیر شیکاگو قرار داشتن، که این نشون میداد که شرلی 100% توی اون روزا توی آیووا توی تختش نبوده. ما میدونیم که شرلی عادت داشته که رگباری به اندرو زنگ میزده و تمام این تماس‌هایی هم که تونسته بودن سوابقش رو در بیارن کاملا از مسیر خونه شرلی تا خونه اندرو گرفته شده بودن. یعنی یه جا توی پیتسبرگ پنسیلوانیا وایساده بوده زنگ زده بوده، یه جا ایندیانا وایساده بوده زنگ زده بوده. آخرین تماس هم نشون میداد که الان دیگه شرلی داره به سمت خونه رانندگی میکنه. توی شهرهایی تماس گرفته بوده که توی مسیر خونش بودن، مثلا از کلیولند زنگ زده بوده، بعدش هم دیگه رسیده بوده آیووا، همون اول آیووا هم یه تماس گرفته بوده و آخرین تماس رو هم از خونه خودش بوده که زنگ زده مثلا به اندرو خبر بده که آره من رسیدم و این حرفا. کلا اگه بخوام مثل یه جدول زمانی بهتون بگم، خب شرلی راه افتاده رفته سمت خونه اندرو، رسیده اونجا، بعد اندرو مثلا بهش گفته که تو بمون خونه، من برم سر کار، ساعت 6 بیا کیستون پارک. اندرو که از خونه میره، بعد تو همون خونه اندرو شرلی زنگ میزنه به محل کارش، میگه که مریضه و نمیاد. بعد وارد حساب‌های کاربری اندرو میشه، اونجا یه چیزی چک میکنه، بعد اون جعبه کاندوم رو بنا به دلایل نامشخص میدزده و بعدش میره سر قرار با اندرو. بعد از اینکه اونجا به اندرو شلیک میکنه، رانندگی میکنه تا بالاخره میرسه به آیووا و الان پلیس تمام اینها رو میدونست و به روی شرلی هم میارن که ما میدونیم که تو تمام این کارها رو انجام دادی، تو توی اون ساعتی که ادعا میکنی توی خونه توی تختت بودی نبودی. که شرلی داستانش رو عوض میکنه، میگه که راستیتش رو بخوام بگم، آره من رفتم
توی پارک با اندرو قرار داشتم، ناراحت بودم، اسلحه‌ام برده بودم، اما اونجا پشیمون میشم. به محض اینکه اسلحه رو در میارم دستم میلرزه و نمیتونم شلیک کنم. اندرو وقتی اسلحه رو تو دست من میبینه و میبینه که من حالا ناراحتم، پشیمونم و نمیخوام بهش شلیک کنم، اومد منو دلداری داد و اسلحه رو از دستم گرفت و بعدم برد گذاشتش توی صندوق عقب ماشینش. من حدس میزنم که بعدش یه نفر اومده اسلحه منو از صندوق عقب ماشین اندرو برداشته و اندرو رو به قتل رسونده. این حرفای شرلی اصلا خریدار نداشت و پلیسا دیگه چند قدم بیشتر تا دستگیریش فاصله نداشتن. تو همون روزا مراسم اندرو برگزار میشه و توی مراسم اندرو شرلی هم شرکت میکنه، در حالی که همه میدونستن که این شرلی بوده که این بلا رو سر اندرو آورده. ولی چون هنوز مدارک پلیس کافی نبود و هنوز دستگیرش نکرده بودن، کسی نمیتونست بهش چیزی بگه. توی مراسم شرلی بلند بلند گریه میکرد، گفت که وای تو عاشق من بودی، من عاشق تو بودم. اتفاقا هدر هم توی اون مراسم بود. یهو هدر رو که میبینه رو میکنه سمتش، جیغ میزنه تو چرا اومدی، تو اندرو رو اذیت میکردی، اندرو عاشق من بوده و این حرفا. به محض اینکه مراسم تموم میشه، تو همون دوره‌ای که پلیسا داشتن آخرین مدارک رو واسه دستگیری شرلی جمع میکردن، شرلی از آمریکا فرار میکنه، میره کانادا. خونه یه پسر بزرگش اونجا میمونه، یعنی در واقع میره اونجا قایم میشه و پلیس رو حسابی دچار مشکل میکنه، سردرگمشون میکنه، به خاطر اینکه اولا الان نمیدونستن کجا دنبالش بگردن، دوما که خب شرلی شهروند کانادایی بود، یعنی به هر حال باید یه سری کارا این وسط انجام میشد، باید کانادا با آمریکا همکاری میکرد تا بتونه شرلی رو بهشون تحویل بده. این وسط خانواده اندرو تصمیم میگیرن که یه پلیتیکی بزنن. با خودشون میگن که این زن انقدر روانیه که اگه بفهمه باز دوباره قراره یه اتفاقی بیفته که اسم اندرو توشه، ممکنه باز دوباره برگرده آمریکا. برای همین تصمیم میگیرن که توی کالیفرنیا هم باز دوباره یه مراسم دیگه واسه اندرو بگیرن. بعد شرلی رو هم دعوتش میکنن. با خودشون میگن که وقتی برگرده اونجا میتونیم به پلیس خبر بدیم بیاد دستگیرش بکنه. اما خب شرلی اونقدر هم احمق نبود، با اینکه مراسم گرفتن و دعوتش هم کردن ولی توی مراسم حاضر نشد. تنها چاره‌ای که موند این بود که پلیس آمریکا رسما از پلیس کانادا درخواست بکنه که شرلی رو بهشون تحویل بده. همونطور که میدونیم این روند قرار نیست که در عرض یه روز دو روز پیش بره و تموم بشه و شرلی رو تحویل بگیرن. یه سری پروسه داره که زمان بره. توی اون تایمی که هنوز شرلی توی کانادا بود، خیلی راحت داشت به زندگی عادی خودش ادامه میداد. پلیس دورا دور زیر نظرش داشت، اما فعلا نمیتونستن حتی دستشون رو به شرلی بزنن. شرلی یه مدت پیش پسرش موند و بعدم رفت آپارتمان شخصی خودش رو گرفت. تا بالاخره توی 12 دسامبر شرلی رو دستگیرش کردن. ولی این خبر خوشحال کننده ای نبود، چون با وجود اینکه دستگیرش کردن و دادگاهیش هم کردن، ولی قاضی واسهش قرار وثیقه گذاشت و گفتش که میتونی $75,000 وثیقه بذاری و موقتا تا دادگاه بعدی که نتیجه نهایی مشخص میشه آزاد بمونی. از اون طرف هم باید پاسپورتش رو تحویل میداد، اجازه خروج از کشور رو نداشت و هر هفته هم باید میرفت به اداره پلیسی که نزدیک خونش بود، اونجا یه جورایی میشه گفت حضوری میزد که یعنی من هستم، من جایی نرفتم. یه لیستی هم بود شامل اسم 8 نفر که شرلی هیچ جوره اجازه نداشت به این افراد نزدیک بشه و حتی باهاشون تماس تلفنی بگیره. این 8 نفر همه دور و بریای اندرو بودن، پدرش، مادرش، هدر و دوستاش. قاضی گفتش که اگر این نکاتی که میگم رو رعایت بکنی، میتونی بر خودت راحت بچرخی، زندگی تو بکنی تا زمانی که وقتش برسه و به آمریکا تحویل داده بشی. شرلی این وثیقه رو خیلی سریع جور میکنه. کی براش جور میکنه؟ روانپزشکش، دکتر جان. شرلی تمام شرایط رو پذیرفت، وثیقه رو داد و آزاد شد و برگشت به زندگی عادی. اما این وسط همه عصبانی بودن، من جمله خانواده و دوستا و آشناهای اندرو. میگفتن که چه دلیلی داره که یه زنی که اینقدر خشن، قاتله، به جز قتلی که انجام داده ما کم دیوونه بازی هم ازش ندیدیم، این زن برای جامعه خطرناکه، چرا باید توی خیابون بچرخه؟ ولی میگفتن که قوانین رعایت شده و فعلا آزاری به کسی نمیرسونه، تهدیدی برای جامعه به حساب نمیاد، میتونه حالا فعلا بچرخه واسه خودش. قاضی پرونده میگفتش که شرلی
انگیزش از قتل اندرو انگیزه شخصی بوده. یعنی شرلی آدمی نیست که بخواد بره دزدی بکنه، توی خیابون خفگیری بکنه، به خاطر اینکه توی لحظه آنی عصبی بوده از روی عشق و دوست داشتن اندرو رو زده کشته. دلیلش شخصی بوده، ولی یکی نبود بهش بگه که خب اینی که با دلایل شخصی میتونه آسیب بزنه به بقیه، از کجا معلوم بعدها دوباره وارد یه رابطه نشه، باز همون بلا رو سر یه شخص جدید هم نیاره، یا الان از اونجایی که از هدر مثلا متنفره نره و این بلا رو سر هدر نیاره. هیچ کس، حتی یک نفر، نرفت درباره گذشته شرلی تحقیق کنه، به خاطر اینکه برخلاف چیزی که قاضی میگفت، اینکه شرلی اصلا آدم خشنی نیست و تهدیدی برای جامعه به حساب نمیاد، برعکس گذشته شرلی سر تا سر خشونت و خرابکاری بوده. همونطور که گفتم شرلی قبل از این که با اندرو آشنا بشه 2 دفعه ازدواج میکنه و 3 تا بچه هم داشته. با شوهر دومش به شوهر اولش خیانت میکنه. بعد شوهر اولیه طلاقش میده، میره با شوهر دومی ازدواج میکنه. از اولیه 2 تا بچه داشته. وقتی با دومی ازدواج میکنه بچه سومش هم از شوهر دومیه به دنیا میاد. ولی یه مدت میگذره و شوهر دومیه هم ازش جدا میشه. تو سال 1993 شرلی با 3 تا بچه هاشو یکی از دوستاش یه خونه میگیره و با هم دیگه زندگی میکردن. همخونه رو روانی کرده بود. گفتن نداره، تکرار مکرراته که شرلی چه آدم زودجوشی بود، انتقاد پذیر نبود، دستکاری ذهنی انجام میداد و چقدر آدمای دور و برش رو اذیت میکرد. اما همخونه‌اش گفته که چیزی که بیشتر توی اون خونه آزارش میداد رفتار شرلی با بچه‌ها بود. شرلی وقتی که از بچه‌هاش عصبانی میشد تا سرحد مرگ با کمربند بچه‌هاشو کتک میزد. همخونه شرلی که اسمش هم جایی گفته نشده از خونه شرلی میاد بیرون، به خاطر اینکه اصلا تحمل نداشته این رفتار رو ببینه. هر بار هم که بهش میگفته که چرا با این بچه‌ها اینطوری رفتار میکنی، میگفته که بچه‌های خودمن، به تو چه ربطی داره. همخونه بعد از اینکه از شرلی جدا میشه و از اون خونه میره با روانپزشک دانشگاه صحبت میکنه و همه چی رو بهش میگه. روانپزشک هم میره به خدمات اجتماعی اطلاع میده. از طرف خدمات اجتماعی مددکار میاد و با بچه‌های شرلی صحبت میکنه و اونا تمام این حرفا رو تایید میکنن. بچه‌ها میگن که آره ما مرتب داریم کتک میخوریم، یه وقتایی مامانمون چند روز تمام آب و غذا به ما نمیده، یا ما رو ول میکنه ستامونو میره یه وری، ما هم نمیدونیم کجا. ولی وقتی که با شوهر دومیه شرلی صحبت میکنن میگه که نه اصلا اینطوری نیست. شرلی کی گفته به بچه‌ها گرسنگی و تشنگی میده؟ کی گفته کتکشون میزنه؟ شرلی یه وقتایی که اعصابش خورد میشه کمربند و اینجوری میاره بالا، بچه‌ها رو تهدید میکنه ولی هیچ وقت نمیزنتشون. خدمات اجتماعی خیلی کمکاری میکنه، اصلا حتی با خود شرلی هم صحبت نمیکنن. در آخر هم فکر میکنن که خب این بچه‌ها 3 تا بچه یه لوسن که اصلا دارن این حرفا رو از خودشون در میارن و استناد میکنن به حرف شوهر دومیه. حالا خدا میدونه واقعیت چی بوده، ولی با توجه به شناختی که تا الان از شرلی به دستمون اومده میتونیم بفهمیم که احتمالاً همخونش راست میگفته. چون حالا 1 نفر دروغ میگه، 2 نفر دروغ میگه، 3 تا بچه به اضافه همخونه دارن میگن که این کتک میزده بچه‌ها رو. این پرونده تو سال 1994 کلا بسته میشه و حتی بچه‌ها رو هم ازش نمیگیرن. بعد از اونم بود که شرلی هوس میکنه که دکتر بشه و دیگه رفته بوده دانشگاه و عملاً دیگه اصلا خونه نبوده. 3 تا بچه رو همینجوری تک و تنها ول کرده بوده به امون خدا. هر بار بچه‌ها رو میبرده میداده دست یکی، یه بار میداده مامانش، یه بار میداده مثلا باباش، خواهر، برادر. ولی خب هیچکس نمیتونست مسئولیت این 3 تا بچه رو قبول کنه و این 3 تا بچه بیچاره مثل توپ فوتبال همینجوری بین اعضای خانواده داشتن شوت میشدن. دیگه دست آخر شرلی میبینه که نه، این بچه‌ها جز دردسر واسش هیچی ندارن. میره 2 تا بزرگا رو تحویل شوهر اولی میده و دومی رو میده به شوهر دومیه. یه جوری که انگار از اول اصلا هیچ بچه‌ای نداشته. شرلی با یه آقایی به اسم ویلیام آشنا میشه و با هم دیگه میرن توی رابطه. یه مدتی میگذره، خب ما میدونیم شرلی چجوریه و ویلیام پشیمون میشه، میگه که مرسی متشکر، من نمیخوام توی این رابطه باشم. انقدر شرلی زنگ میزده و پیغام پسخون میفرستاده که ویلیام صبرش تموم میشه و کلا تصمیم میگیره که از اونجا بره، از اون خونه بره، خونه‌شو حتی عوض میکنه. شرلی میگرده آدرسشو پیدا میکنه و یه روز میره در خونش، در میزنه و بعد از اینکه ویلیام درو باز میکنه شرلی یه کفش پاشنه بلند پاش بوده، یکی از کفشاشو در میاره و با پاشنه کفشش محکم میکوبه توی سر ویلیام بدبخت. با کفشه انقدر ویلیامو کتک میزنه، انقدر توی سر و صورتش میزنه که میزنه استخونای فک ویلیامو میشکونه.
ویلیام راهی بیمارستان میشه. یه چند روز بعد از بیمارستان مرخصی میشه. اولین کاری که میکنه میره خونش رو تحویل میده و شبونه توی سکوت بدون اینکه به کسی بگه خونش رو عوض میکنه و دوباره شرلی خونش رو پیدا میکنه. هر بار خونش رو عوض میکرده و شرلی پیداش میکرده. یه روز میرفته در خونش کتکش میزده، یه روز میرفته گریه میکرده، یه روز میرفته گل میبرده، یه روز میرفته التماس میکرده. یه روز که طبق معمول خونه جدید ویلیامو پیدا کرده بوده، میره در خونه‌شو بهش میگه که میخوام بیام پیشت بمونم. ویلیام از ترس اینکه دوباره کتک بخوره شرلی رو راه میده. شرلی میره داخل و ویلیام با خودش میگه که خب احتمالاً یکی دو روزی میخواد اینجا بمونه. شرلی بهش میگه که ببین من میخوام اینجا بمونم، حالا از شر من قرار نیست خلاص بشی. اینا رو همیشه با خنده میگفته. همونطور که گفتم شرلی آدم خونسردی بوده، دستکاری ذهنی انجام میداده و همیشه به اون چیزی که میخواسته میرسیده. یه روز دو روزی که ویلیام فکر میکرد تبدیل شد به 1 ماه. بعد 1 ماه هم شرلی چجوری از اونجا میره دیگه؟ ویلیام یه جوری کاسه صبرش لبریز میشه که زنگ میزنه به پلیس و شرلی مجبور میشه که از خونه ویلیام بره. ویلیام از شرلی شکایت نمیکنه ولی به پلیسا میگه که چقدر نگرانه. میگه که شرلی تا حالا چه بلاهایی سرش آورده. بهش میگن شکایت کن، میگه که نه من فکر میکنم میترسیده. خلاصه یه مدت میگذره تا یه روز که ویلیام از سر کار برمیگرده میبینه که یه نفر جلو در خونش افتاده. میبینه که اون شخص شرلیه. شرلی مشخص بود که مثلا قرص مصرف کرده بوده، حالت نیمه بیهوش بود. جلوی در خونه دراز به دراز افتاده بود. بعد خیلی هم شیک و با کلاس افتاده بود. یه لباس سر تا پا مشکی تنش بود. بعد یه چند تا گل رز هم گرفته بود دستش، یعنی مثل زیبای خفته اینطوری اینجوری دراز کشیده بود. بعد 2 تا نامه کنارش بود که یکی از نامه‌ها رو خطاب به ویلیام نوشته بود. اون یکی نامه هم واسه روانپزشکش بود که شرلی توی اون نامه واسه روانپزشکش نوشته بود که من آدم بدی نیستم، من فقط مریضم و به کمک احتیاج دارم. ویلیام خیلی سریع با آمبولانس تماس میگیره و شرلی رو به موقع نجاتش میدن. بعد به محض اینکه شرلی رو میذاره توی بیمارستان سریع از اونجا فرار میکنه، برمیگرده خونه. شرلی اون شب توی بیمارستان حالش خوب میشه. اینو ویلیام هم میدونسته. ولی فردای اون روز بود که یه شماره ناشناس روی تلفن همراه ویلیام یه پیغام صوتی میذاره. وقتی که اینجوری میزنه روی پیغامه ببینه که پیغام چیه، یه صداییه که مشخصه که یه نفر صدای خودش رو عوض کرده و فقط یه جمله میگه: در کمال تأسف دکتر شرلی ترنر دیشب از دنیا رفت. خلاصه این بود از گذشته شرلی که اگر 1% قاضی که اینقدر سنگ شرلی رو به سینه میزد میرفت و یه کوچولو درباره این گذشته تحقیق میکرد، اینقدر الکی طرفش رو نمیگرفت و باهاش راه نمیومد. یه چند وقت بعد از اینکه شرلی به قید وثیقه آزاد میشه، یه کنفرانس خبری بوده، داشتن درباره این پرونده صحبت میکردن که اتفاقا شرلی هم اونجا حضور داشته. میاد میکروفون رو میگیره و رو به تمام دوربین ها صحبت میکنه، میگه که من 4 ماهه از اندرو بگبی باردارم. از اونجایی که این آدم یه بار با بارداری سر کرده بود اندرو رو فریب بده و همه همینو میدونستن، هیچ که حرفشو باور نمیکنه. بعد کلن هم شرلی زن لاغریه، مثلا شکمی هم نداشته که مثلا بتونی باور کنی الان 4 ماه بار داره. ولی حتی با وجود همه اینها به محض اینکه اعلام میکنه که از اندرو بگبی بار داره، وقتی خبر به گوش پدر مادر اندرو میرسه انگار از خوشحالی روی ابرا بودن. یه جوری احساس میکردن که درسته که الان مثلا پسرشون رفته ولی انگار به جای پسرشون یه پسر دیگه خدا قراره بهشون بده. خیلی خوشحال میشن و تصمیم میگیرن به هر شکلی که هست بعد از اینکه این بچه به دنیا اومد حضانتشو بگیرن و پیش خودشون نگرش دارن. در نهایت تو 18 جولای 2002 زکاری اندرو ترنر به دنیا میاد. همین که عکسشو ببینید به نظرم خودش سنده که این بچه اندروه. یعنی اصلا هیچ احتیاجی به آزمایش دی ان ای نیست. انقدر که این بچه اصلا انگار سیبیه که با باباش از وسط 2 نصفشون کرده باشن. ولی خب به خاطر دیگه مسائلی که میدونید باید آزمایش دی ان ای میگرفتن. آزمایش گرفتن از پدر و مادر اندرو و مشخص شد که این بچه اندروه واقعا. وقتی دیوید و کیت میفهمن که نوه‌شون به دنیا اومده با کلی ذوق و شوق میرن بیمارستان که ببیننش، ولی شرلی اجازه نمیده که اونا بچه رو ببینن. اینو در نظر بگیرید که تمام این اتفاقات توی کانادا داشت میافتاد. یعنی شرلی هنوز به آمریکا تحویل داده نشده بود. مامان و بابای دیوید مرتب بلیط میگرفتن و از آمریکا میرفتن کانادا. همین که میخواستن اونجا پیگیری بکنن واسه یه حضانت زکاری، هم این که میخواستن اونجا باشن که بتونن نوه‌شون رو ببینن و این زن اجازه نداد که اونا نوه‌شون رو ببینن.
زاکاری که به دنیا اومد به شرلی اجازه دادن که این بچه رو نگه داره و ازش مراقبت کنه. یعنی هیچ اجباری نبود که حتما حضانت این بچه به کس دیگه واگذار شه. گفتن که تو اوکی، تو صلاحیت اینو داری که از این بچه نگهداری بکنی. وای، چیزی که خیلی خیلی حال آدمو بد میکنه اینه که مامان و بابای اندرو قرار بود خیلی این زن رو ببینن. چرا؟ چون میخواستن نوه‌شون رو زیاد ببینن. یعنی انقدر خوشحال بودن از داشتن زاکاری که ریخت نحس این زن رو هر روز داشتن تحمل میکردن. بعد فکرشو بکنید، به خاطر اینکه این بچه مثلا دور و برش تشنج نباشه، یه وقت مثلا متوجه گرفتاری هایی که الان خانواده ها درگیرشن نشه، روش تأثیری نذاره، دیوید و کیت اصلاً با شرلی بد اخلاقی نمی‌کردن. شرلی قاتل بچه‌شون بود. اونم تنها بچه‌ای که به سختی خدا بهشون داده بود. شرلی اصلا اجازه نمیداد اینا راحت زاکاری رو ببینن. برای همینم اونا میرن شکایت میکنن، چون به هر حال به عنوان پدر بزرگ مادر بزرگش حق اینو داشتن که نوه‌شون رو ببینن. هر بار شرلی رو بهش میگفتن بیا جلسه است باید صحبت کنیم، شرلی میپیچوند و نمیومد. یا یکی دو دفعه‌ای هم که اومد هر بار مخالفت میکرد و میگفتش که نه اصلا اینا برای چی باید بچه رو ببینن، این بچه خودش مادر داره. ولی در آخر کیت و دیوید انقدر رفتن و اومدن تا بالاخره موفق شدن حق رو واسه خودشون بگیرن و مجاز بشن که هفته یه دفعه نوه‌شون رو ببینن. هر بار که میخواستن این بچه رو ببینن، اولا که یه نفر باید به عنوان شخص سوم اونجا حضور میداشت. بعد وقتی که میخواستن برن سمت زاکاری ببیننش، تفتیش بدنی میشدن، همه جاشون رو میگشتن. از اون بدتر این بود که اونجایی که میرفتن بچه رو میدیدن، یه ساعت هم فقط وقت داشتن واسه دیدن زاکاری. توی اتاق کناری هم شرلی نشسته بود. ولی این دوتا راضی بودن، هیچ مشکلی نداشتن. یعنی دلشون پر میزد واسه همون هفته یه باری که میرفتن و نوه‌شون رو از نزدیک میدیدن. بالاخره توی نوامبر 2002 به شرلی اعلام میکنن که باید بیاد خودش رو تحویل زندان بده، زندان کانادا، یعنی بمونه توی زندان، به خاطر اینکه تا یه چند وقت بعد قرار بود که برش گردونن آمریکا تا اونجا به حکمش رسیدگی بشه. بعد از اینکه شرلی میفته زندان، خودش میره و حضانت کامل زاکاری رو میده به پدر و مادر اندرو. یه سری خب شرط و شروط هم داشت دیگه، اینکه هر روز بعد زنگ میزد به دیوید و کیت، وضعیت پسرش رو چک میکرد و خبر میگرفت و یه سری مکالمه های صوتی هم هست که میگم نمیذارم واسهتون، ولی مثلا اینجوری بود که شرلی زنگ زده بوده، حال زاکاری رو پرسیده، بعد خیلی صدای شرلی شاده. حالا مثلا دیوید داره خیلی با لحن عادی صحبت میکنه، چون به هر حال داره با قاتل پسرش صحبت میکنه دیگه، ولی در عین حال با اینکه اون همه از این زن متنفره، ولی پشت تلفن خیلی مؤدب و محترم داره باش حرف میزنه. شرلی پرو بعد از اینکه حال بچه رو میپرسه، حال کیتو میپرسه. بعد شروع میکنه پاچه خالی کردن که وای من چقدر خوشحالم، هیچکی مثل شماها نمیتونست زاکاری را نگه داره. به جز این تماسهای تلفنی، باید هفته یه بارم کیت و دیوید میرفتن زندان، زاکاری را هم با خودشون میبردن که شرلی بتونه پسرش رو ببینه. یه مکالمه دیگه هم هست که زنگ زده، داره به دیوید میگه که خواستم نظرتو بپرسم واسه کریسمس واسه زاکاری چی بگیرم. بعد یه جا هم داره با تلفن با خود زاکاری صحبت میکنه، چطوری پسرم، خوبی، حالت چطوره، با مامان بزرگ چیکار میکنی؟ فکر کنید مسیری که کیت و دیوید باید از خونهشون میرفتن تا زندان و همچنان برمیگشتن تا بچه رو به شرلی نشون بدن و دوباره برگردن خونه 10 ساعت طول میکشید، ولی واسهشون مهم نبود، این کارو میکردن، نمیخواستن بهونه دستشون بدن، راضی بودن، به تمام این شرایط سخت راضی بودن. خیلی جالبه که این روند برگردوندن شرلی به آمریکا انگار طلسم شده بود. هر بار یه داستانی پیش می اومد که انگار نمیدونم یا نمیتونستن یا نمیخواستن این زن رو برگردونن آمریکا، به خاطر اینکه توی ژانویه 2003 یهو میرن به شرلی خبر میدن که پاشو میتونی وسایلتو جمع کنی، آزادی. شرلی از زندان آزاد میشه، ولی همچنان خب باید میرفته پیگیریاشو انجام میداده دیگه، هنوز پروندهش بسته نشده بوده. میره یه نامه دستنویس مینویسه واسه قاضی پرونده، همون قاضیه که خیلی پشتشو داشت و هواشو داشت. بهش میگه که من پول ندارم، من اوضاعم خوب نیست، چیکار کنم دیگه، پول ندارم حتی وکیل بگیرم، راهنماییم کن، چیکار کنم که برام نگردونن آمریکا. قاضی هم خیلی تر و تمیز جوابشو میده و میگه که آره تو باید بری درخواست تجدید نظر بدی.
بعد کلی هم پاچه‌خواری شرلیو کرده بوده که وای تو خیلی دختر باهوشی، از جایی که پزشکی، بعد چون آدم باسوادی هستی خودت میتونی درخواست بدی و میتونی متن درخواست تجدید نظرتو خودت آماده بکنی. شرلی نامه رو مینویسه، درخواست تجدید نظر رو میده. دلیلش هم این بوده که من باید آزاد بشم به خاطر اینکه الان یه بچه کوچولو دارم، این بچه به من احتیاج داره و من باید اون بیرون باشم تا بتونم از این بچه نگهداری کنم. خلاصه پرونده رو بررسی میکنن و میبینن که نه، دلایلش اونقدر دلایل محکمی نیست و باش موافقت نمیکنن. میگن که نه، ما نمیتونیم تو رو 100% آزادت کنیم، ولی حالا فعلا میتونی آزاد باشی تا زمانی که وقتش برسه و برات گردونن آمریکا. نه تنها شرلی آزاد میشه و همچنان واسه خودش داشته ول میچرخیده، بلکه به محض اینکه از زندان میاد بیرون، حضانت زاکاری رو دوباره بهش برمیگردونن. اما این بار یه فرقی داشت. از اونجایی که توی این مدت دیوید و کیت به همه ثابت کرده بودن که چقدر خوب دارن از زاکاری نگهداری میکنن، دیگه لازم نبود هیچ نظارتی انجام بشه، لازم نبود که حتما توی یه جای خاص اینا زاکاری رو ببینن، هفته یه بار ببینن. میتونستن 4 بار توی هفته این بچه رو ببینن، حتی میتونستن مثلا یه شبم بچه رو پیش خودشون نگه دارن. یعنی یه جورایی میشه گفت این حضانت نصف شده بود. دیوید و کیت مشکلی نداشتن که این بچه مادرش رو ببینه، ولی واقعا الان هرچی میرفتن جلوتر، مخصوصا که شرلی آزاد شده بود، حالشون دیگه داشت از سیستم قضایی به هم میخورد. با خودشون مطمئن بودن که شرلی داستانی با قاضی داره، یا باش یه رابطه‌ای داره یا یه زد و بندی کرده. مگه میشه قاضی انقدر پشتت باشه؟ مگه میشه خودش بیاد قشنگ بهت فرمول بده، برو درخواست تجدید نظر بده، این کارو بکن، اینقدرم باهاش خوب باشه؟ حتی یه بار نیومدن درباره کارهایی که میخواستن با شرلی انجام بدن، مثلا زندان انداختنش، برگردوندنش، نیومدن حتی با خانواده اندرو یه مشورتی بکنن، ازشون یه نظری بپرسن. قاضی از اون طرف گفته بود که آره شرلی آدم بی خطریه، واسه جامعه تهدید به حساب نمیاد، ولی توی تمام مدتی که توی زندان بود بارها و بارها تهدید کرده بود که خودم از بین میبرم یا آسیبی به خودم میزنم. اون رفتارهای خشنش رو توی زندان داشت. حتی یه بار هم توی زندان میخواسته واقعا به خودش آسیب بزنه. بعد یه چیزی دارن توی زندانا که زندانی هایی که پتانسیل اینو دارن که خودشون از بین ببرن، زندانی هایی که اینطورین زیر نظر دارنشون که مبادا مثلا خودشون رو از بین ببرن و شرلی تحت نظر بوده. کیت و دیوید انقدر آدمای مظلومی بودن که تمام این شرایط رو قبول کرده بودن. گفتن اوکی اصلا آزاد باشه، اوکی اصلا حضانت بچه با اون باشه، ما همین که این بچه رو 3 بار تو هفته هم ببینیم راضیم. میبادن دنبالش، میبردنش پارک، استخر، خرید، هر چی این بچه میخواست واسش فراهم میکردن و شدیداً دوستش داشتن. هیچ وقت به روی شرلی نیاوردن که چی کار کرده، هیچ وقت باهاش بد اخلاقی نکردن. حتی یه وقتایی من یه ویدیوهایی دیدم، یه مثلا مکالمه‌های شنیدم، یه وایسای شنیدم که حتی با شرلی مهربون هم بودن، باهاش خوب رفتار میکردن. زاکاری عاشق و دیوونه کیت بود. انقدر مادر بزرگش رو دوست داشت که حد نداشت. دیدید بچه‌ها، اونایی که صحبت نمی‌کنن، وقتی که یکی از عزیزانشون رو مثلا خالشون، داییشون رو که خیلی دوست دارن می‌بینن، دیدید چه جور دست و پا میزنن برن بغل طرف؟ زاکاری هر موقع که مادر بزرگش رو میدید همین جوری میکرد. هر موقع پیش مادر بزرگ پدر بزرگش بود داشت میخندید، ولی برعکس هر موقع پیش شرلی بود انگار این بچه اضطراب داشت. اصلا انقدر یه وقتایی گریه میکرد که میگفتی الانه که از هوش بره. یه چیز جالبتر این که این بچه انقدر خوش اخلاق بود که حتی واسه غریبه ها هم اینطوری دست و پا میزد. خیلی دوست داشت بغل همه بره، همه رو دوست داشت الا مادر خودش. شرلی متوجه شده بود که داستان از چه قراره، از اینکه پسرش چقدر عاشق پدر بزرگ مادر بزرگشه. از روی حسادت از یه جایی به بعد شروع کرد این پیرزن بیچاره رو اذیت کردن. مثلا میرفت بهشون میگفت که من پول لازم دارم، من وسیله نتونستم واسه ایزه کاری بگیرم. بعد اونا تا میفهمیدن که مثلا یه چیزی توی اون خونه کمه، از ترس اینکه بچه‌شون گشنگی نکشه، بی لباس بمونه و اینا، سریع بهش میگفتن که باشه ما الان مثلا واسط پول میزنیم. بعد یهو میگفتش که نه، من پول شما رو قبول نمیکنم، ترجیح میدم این بچه هیچی نداشته باشه ولی پول از شماها نمیگیرم. بعد یهو مثلا بهشون زنگ میزد، میگفتش که آره حالا اگه میخواید واسش مواد غذایی مثلا بگیرید ولی بذارید پشت در. یعنی مثلا نمیخوام خودتون رو ببینم. تا اون لحظه این زن و مرد انقدر با حیا بودن که به روی این شیطان نیاورده بودن که تو قاتل بچه‌مونی. بعد از یه جایی به بعد خود شرلی شروع میکرد درباره اندرو صحبت کردن.
میرفت بهشون میگفت که عکسای بچگیشو بیارید من ببینم، فیلمای بچگیشو ببینم. اندرو بچه بود چه جوری بود؟ اینا کلا یه جوری بودن که انگار تنها مکالمه‌ای که بین ما و شرلی هست زکاریه. کلا حرفی از اندرو این وسط نباشه. آقا ما نمیخوایم هر روز بهمون یادآوری بشه که تو با بچه‌مون چیکار کردی. بعد میشست از این حرفا میزد. یواش یواش هر جا میشست میگفتش که این بچه خیلی به من وابسته است. یعنی کاملا برعکس میکرد روایتو. هر موقع که از پیش این زن و مرد میارمش خونه معلومه که بچه‌م حسابی حالش بد بوده. من احساس میکنم که صلاح نیست دیگه پیش اینا بره. میخواست یعنی اینا رو هی بگه که مثلا به گوش حالا خدمات اجتماعی برسه که احساس کنن این زن و مرد صلاحیت نگهداری از زاکاری رو ندارن و همون 3 روز در هفته رو هم ازشون بگیره. یه دلیلی که میگن خیلی‌ها میگن شرلی میومده این کارا رو میکرده، درباره مثلا اندرو صحبت میکرده، میدونسته داره چیکار میکنه ها. یه دلیلش ممکنه این باشه که میخواسته دیوید و کیت رو تا سرحد جنون عصبانی کنه تا 1%. حالا یا بزننش یا باش یه برخورد بدی بکنن که بره و مثلا ازشون شکایت کنه. 18 جولای 2003 تولد 1 سالگی زاکاری بود. شرلی تصمیم گرفته بود که توی یکی از رستوران‌های مکدونالد واسش تولد بگیره. همه توی رستوران نشسته بودن. یه عالمه کادو ردیف شده بود جلوی زاکاری. موقعی که شرلی داشت کادوها رو واسش باز می‌کرد و اینطوری ذوق می‌کرد واسش، زاکاری خیلی واکنش خاصی نشون نمیده چون بچه اصلا نمیفهمیده این بچه تازه 1 سالش شده بوده. بعد تنها ذوقی که زاکاری داشته، تنها چیزی که واسش له له می‌زده این بوده که بپره بره بغل مادر بزرگش. که اون لحظه شرلی خونش به جوش میاد، اعصابش خورد میشه و شروع میکنه به داد و فریاد کردن که بسته دیگه، چرا انقدر این بچه رو میچسبونید به خودتون؟ من دیگه دلم نمیخواد انقدر بچه من به شماها بچسبه. چیزی که واضح بود این بود که این زن اصلا نه مادر خوبیه نه بچه‌شو دوست داره. حس شرلی تماما حسادت و کینه و عقده بود. یعنی خودش هم مشخص بود که خیال نداره این بچه رو نگه داره. مگه قبلی‌ها رو نگه داشت که اینو نگه داره؟ میرسیم به سپتامبر 2003 که دادگاه شرلی برگزار شده بود. دادگاهی که میخواستن تکلیفش رو بالاخره مشخص بکنن که ببینن داستان چه جوری است و کی قراره برش گردونن به خاک آمریکا. روند دادگاه ها اینجوری نیست که مثلا الان یه دادگاه برگزار شه تعیین تکلیف قطعی بشه. یه چند روزی یه چند هفته‌ای دادگاه ها کجدار مریض ادامه داره و هی بعد بری و بیای. توی این مدتی که این دادگاه ها برگزار میشد شرلی با یه آقای آشنا میشه به اسم باب. وقتی که با این باب آشنا میشه خیلی از باب خوشش میاد. اونا توی یه بار با هم دیگه دوست میشن. اولش با هم دیگه میرفتن دیت این ور اون ور. شرلی خیلی سعی میکرد که سریعا باب رو فراری نده، داشت تقریبا رعایت میکرد. اما دوستاش وقتی که یه بار این دوتا رو کنار هم دیگه میبینن میرن بهش میگن که تو تا حالا این زن رو دیدی؟ این زن رو ما چند بار عکسش رو تو روزنامه و توی اخبار دیدیم. این زده دوست پسر قبلیشو که الان هم ازش یه بچه داره رو کشته. خلاصه باب انقدر میترسه که رابطه‌شو با شرلی تموم میکنه. شرلی همون چرخه رو دوباره از سر میگیره، اون استاک کردن و زنگ زدن و پیگیری و اینا. بعدم دست آخر میره به باب میگه که من ازت بار دارم، یعنی همون ترفند همیشگیش. شب 17 آگوست بود که شرلی با یکی از دوستاش تماس میگیره و بهش میگه که من نمیدونم کجام، گم شدم. الان زاکاری توی صندلی بچه، صندلی عقب نشسته، من دارم میرم در خونه باب، طبق معمول داشته استاک میکرده، ولی گم شدم، نمیتونم رامو پیدا کنم. دوستش نگران میشه، بهش میگه که خب از یکی آدرس بپرس، تو یه بچه کوچولو باهاته، اتفاقی وسط نیفته. که شرلی بهش میگه که اتفاقا آدرس پرسیدم، احساس میکنم الان دیگه دارم پیدا میکنم آدرسو. تلفن قطع میشه و اون تماس آخرین تماسی بوده که شرلی با یه نفر گرفته. فردای اون روز یعنی 18 آگوست همون دوستش که شب قبل باهاش حرف زده بوده زنگ میزنه به شرلی که ببینه چی شد. بالاخره آدرس رو پیدا کرد ولی شرلی تلفنش رو جواب نمیده. دوستا، آشناها، کیت، دیوید، همه پیگیر شرلی میشن. اولین چیزی که به ذهن دیوید و کیت میرسه اینه که خب الان این زن دیوونه بچه رو برداشته و فرار کرده. دیوید و کیت خیلی سریع به پلیس خبر میدن و پلیس جستجوشو واسه پیدا کردن شرلی و زاکاری شروع میکنه. ولی متاسفانه دیگه کار از کار گذشته بود و خیلی دیر شده بود، چون که توی یه ساحلی همون نزدیکا به اسم کانسپشن بی یه خانم آقایی که داشتن اونجا قدم میزدن متوجه میشن که کنار ساحل یه خانمی انگار دراز کشیده. میرن نزدیک میبینن که جسد یه زن میان ساله و کنارش هم جسد یه بچه کوچولو افتاده.
کیت و دیوید اجساد رو شناسایی میکنن و تایید میکنن که این اجساد متعلق به شرلی و زاکاریه. کالبد چکافی نشون داد که شرلی خودش مقدار زیادی داروی ضد افسردگی استفاده کرده بوده که این داروها خواب‌آور هم بودن، یعنی یه حالت نیمه بیهوشی هم بهت میدادن. از اون طرف هم شیشه شیر زاکاری رو پیدا میکنن و میبینن که توی شیر اونم از همین دارو موجود بوده. یه شاهد هم اومده بود گفته بود که حدودای ساعت 2 نصف شب اون اطراف صدای گریه یه نوزاد رو شنیده بوده که این گریه قطع هم نمی شده. مشخص شد که خب شرلی اول توی شیشه شیر زاکاری خب این دارو رو ریخته بوده، بچه که یکم به حالت نیمه هوشیار رفته بوده با لباسش بچه رو میبنده به کمر خودش و بعدم میپره توی آب. شرلی قبل اینکه بپره توی آب همونطور که گفتم خودش هم از این دارو مصرف کرده بوده، خودش نیمه هوشیار بوده، اما خدا رو شکر با اینکه خدا رو شکر گفتن نداره، به هر حال اتفاق خیلی بدی واسه زاکاری افتاده، اما لحظه‌ای که دیگه شرلی پریده بوده توی آب زاکاری کاملا بیهوش بوده. یعنی خدا رو شکر هیچ درد و هیچ اذیتی رو این بچه احساس نکرده بوده. پلیسا ماشین شرلی و نزدیکای خونه باب پیدا میکنن که خب همونطور که به دوستش گفته بود داشته میرفته باز طبق معمول پیگیری بکنه که ببینه چرا باب جوابشو نمیده. طبق معمول تو پروسه استاک کردنش بوده. توی ماشینش هم یه دونه تامپون استفاده شده پیدا میکنن که حالا نمیدونم چرا واقعا همچین چیزی اونجا بوده. یه سری عکسای 2 نفره از خودش و زاکاری توی ماشین پیدا میکنن. اینجور به نظر میرسیده که انگار مثلا میخواسته با این کارش عذاب وجدان بده به باب، مثلا اونو مقصر این اتفاق بکنه. توی کالبد شکافی مشخص شد که شرلی طبق معمول دروغ گفته و اصلا چون به باب گفته بود ازت باردارم اصلا باردار نبوده. موقعی که مراسم اندرو رو گرفته بودن پدر و مادرش جسدش رو میسوزونن و توی منطقه هایی که اندرو دوست داشته خاکسترش رو پخش میکنن. اینجوری میخواستن پسرشون هر قسمت وجودش توی یکی از جاهایی که دوست داشته حضور داشته باشه. بعد همین کاری که برای پسرشون انجام داده بودن و واسه زاکاری هم انجام میدن و طبق گفته خودشون میخواستن که پدر و پسر توی جاهایی که اندرو خیلی دوست داشته و اونجا کنار خانواده‌اش وقت میگذرونده حداقل توی اون دنیا کنار هم دیگه باشن. پدر و مادر اندرو بعدها گفته بودن که ما یه وقتایی یه فکرهای خیلی ترسناکی هم به ذهنمون میرسید، مثلا اینکه نوامون رو بدزدیم بریم یه جای قایم بشیم، ولی از اون ور با خودمون گفتیم ما داریم خودخواهی میکنیم در حق این بچه‌ای که تو این شرایط بخواد تو خفا بزرگ بشه آینده خوبی قطعا نخواهد داشت، نمیتونه خیلی نرمال زندگی کنه. از اون ور با خودمون گفتیم حداقل کنار مادرشه، به هر حال مادرش هر چی که هست قاتل یا حالا هر چیزی یا ما ازش متنفریم ولی مادرشه، به هر حال ما حق نداریم این بچه رو از مادرش جدا بکنیم. یا یه وقتایی دیوید تعریف کرده بود به ذهنش رسیده که بزنه شرلی رو بکشه، یعنی اصلا هیچی واسش مهم نبود. یه وقتایی واقعا خون جلوی چششو میگرفته، مخصوصا وقتایی که از اون لحظه‌ای بود که دیگه شرلی شروع کرده بود اسم اندرو رو می آورد. واقعا دیوید میگفت که یه وقتایی میخواستم خفش کنم، میخواستم بکشمش از شرش ازشم، ولی فقط به خاطر اینکه زاکاری رو ازمون نگیرن و دردسر نشه این کارو نکردم. دیوید گفتش که من توی تمام اون مدتی که با این فکر میکردم یه کار غیرقانونی انجام بدم و بعدش پشیمون میشدم فقط یه دلیل داشتم، اونم این بود که اعتماد داشتم به اینکه بالاخره یه روزی عدالت اجرا میشه، عدالتی که هیچ وقت وجود نداشت. سیستم قضایی که واقعاً کیت و دیوید رو به شدت هم ناامید کرد و هم بهشون ضربه خیلی بزرگی زد. یعنی اگر یه تحقیق کوچولو درباره شرلی میکردن شاید 1% هیچ وقت انقدر راحت باش کنار نمی اومدن، یعنی حتی ممکن بود اون بچه رو دستش نسپارن. کیت و دیوید از بعد اینکه زاکاری رو هم از دست میدن به یه فروپاشی روانی میرسن که توی مرحله تصمیم میگیرن که خودشون رو از بین ببرن. تمام مقدمات این کار رو هم چیده بودن ولی تو لحظه آخر یهو پشیمون میشن و تصمیم میگیرن که از عمر باقی موندهشون استفاده بکنن تا حداقل با اینکه پسر و نوه‌شون این وسط قربونی شده بود ولی اجازه ندن که اتفاق مشابه بیفته و حداقل به بقیه کمک بکنن. کیت و دیوید همیشه با رسانه ها صحبت میکردن و داشتن فعالیت میکردن تا یه قانونی رو این وسط تغییر بدن. با وجود اینکه مقامات
واسهشون محدودیت گذاشته بودن، بهشون گفته بودن حق ندارید درباره جزئیات این پرونده با رسانه ها صحبت کنید، ولی این دوتا اصلا دست بردار نبودن و تمام تلاششون رو داشتن میکردن. چقدر وکیلاشون بهشون گفته بودن که بابا شر درست نکنید. مثلا کنفرانس های مطبوعاتی وقتی برگزار میشن همه ازش خبردار میشن، از تلویزیون پخش میشه. وکیلاشون میگفتن بابا نکنید، تو تلویزیون نشونتون میدن، میفهمن شما دارید یه کارایی انجام میدید. میگفتن اصلا برامون مهم نیست، تهش میبرنمون زندان دیگه. یه کمپینی هم علیه روانپزشک شرلی راه میندازن، همون روانپزشکی که واسش وثیقه جور کرده بود. میگفتن اولا که چرا یه روانپزشک که باید به عنوان یه فرد بی‌طرف فقط شنونده و کمک کننده به تو باشه بیاد قضیه رو انقدر شخصی بکنه؟ کدوم روانپزشکی میاد $75,000 واسه تو وثیقه بذاره؟ اتفاقا یه دادگاهی هم واسه این دکتر جان برگزار میشه و اونجا اعلام میکنن که 100% این دکتر جان یه رابطه شخصی احتمالاً با شرلی داشته و خب این غیر قانونیه. تو به عنوان یه روانپزشک با بیمارت فقط باید بیمار و دکتر باشید و اگر بخوای باش رابطه ای داشته باشی خارج از چهارچوب مطبت جرم به حساب میاد. برای همین هم $10,000 این دکتره رو جریمه‌اش میکنن. کیت و دیوید به کمک یک متخصص حقوق کودک یه بیانیه 500 صفحه‌ای می‌نویسن که توی اون اعلام کرده بودن که اتفاقی که برای زاکاری افتاد کاملا میشد جلوشو گرفت اگر که یک ذره بیشتر درباره شرلی تحقیق میکردن، اگر جلوشو میگرفتن، اگه حضانتو بهش نمیدادن، اگر اون نظارت هایی که روی دیوید و کیت داشتن رو روی شرلی داشتن. چون شرلی آدم بیمار بوده، باید تمام حرکاتش زیر نظر گرفته میشده. اون روزهایی که کیت و دیوید بی آزار و مظلوم میرفتن نوشون رو ببینن، تفتیش بدنشون میکردن، یه ناظر به عنوان شخص سوم اونجا میشسته، شرلی هم توی اتاق دیگه، این کارا رو باید با شرلی میکردن. اون بوده که قتل کرده بوده، اون بوده که آدم خطرناکی بوده، نه کیت و دیوید. همچنین اگر شرلی کلاً آزاد نمیشد، زاکاری هیچ اتفاقی واسش نمیافتاد. تو اکتبر 2009 لایحه‌ای به اسم زاکاریز لا یا قانون زاکاری به مجلس کانادا معرفی میشه. طبق این قانون دیگه توی کانادا از اون موقع به بعد اجازه نداشتن که کسی رو فقط به خاطر اینکه بچه دار شده یا بچه داره از زندان آزاد کنن، حتی به قید وثیقه. توی دسامبر 2011 این قانون کاملا به رسمیت شناخته میشه و به اجرا در میاد. در آخر میخوام درباره مستند دیر زاکاری صحبت کنم. دیر زاکاری مستندیه که کرت دوست بچگی اندرو، همون که اول ویدیو بهتون گفتم، اون درستش کرده. حالا داستانش چیه؟ موقعی که زاکاری به دنیا میاد همه خیلی خوشحال بودن و اینا، انگاری جای اندرو رو داشت واسهشون پر میکرد. کرت یهو این ایده به ذهنش میرسه. فکرشو بکنید یه بچه به دنیا اومده که اصلا هیچ تصوری از باباش نداره، فقط وقتی بزرگ بشه میتونه یه سری عکس ازش ببینه. از اونجایی که کرت یه عالمه ویدیو از اندرو داشته، میاد این مستند رو شروع میکنه به ساختن. میخواسته که با این ویدیو اندرو رو به پسرش معرفی بکنه. بعد فکرشو بکنید این مستند رو درست کرد که این پدر رو به بچه بشناسونه، بهش معرفیش بکنه، ولی هیچکی نمیدونست که اون بچه هیچ وقت قرار نیست مستند رو ببینه. اولین باری که من با این پرونده آشنا شدم این مستند رو دیدمش. کرت واسه جمع کردن این مستند میره جاهای مختلف، با دوستا آشنا، حتی با هدر صحبت میکنه، با همه صحبت میکنه، تمام ویدیوهایی که توی آرشیوش از اندرو داشته رو توش گذاشته، ولی برنامه اونجوری که کرت میخواد پیش نمیره و زاکاری قبل از اینکه این مستند رو ببینه از دنیا میره. خیلی ممنونم که این ویدیو رو هم تا آخر تماشا کردید. تا ویدیوی بعدی فعلا خداحافظ و شبتون بخیر.